بسم الله الرحمن الرحیم. باز از تمام دکتر صاحبایی که از داخل و خارج افغانستان امروز در این سیمینار ما شرکت کردن، یک جهان سپاس. امیدوارم با فامیلای محترم صحت و سلامت باشه. تاپیک امروز ما که از طرف دکتر صاحبا از داخل افغانستان انتخاب شده، به ارتباط تاپیک قبلی شاک می باشه. البته من چند نکته را خدمت شما دوباره تکرار میکنم، مخصوصا دکتر صاحبایی که در سیمینارهای قبلی ما شرکت نکردن، از اونا خواهش میکنم که اگر در لینک ما که در یوتیوب است برن و لکچر قبلی را و یک لکچر قبلتر ریویو کنن. اونا هم درباره شاک است که امروز پارت سوم شاک که عبارت از دیستریبیوتیو شاک می باشه، ایره امرای شما شریک می سازم. اگر یاد شما باشه ما گفتیم که شاک عبارت از یک حالت هایپو پرفیوژن است و وقتی که پرفیوژن در کپلری کم میشه، اکسیژن دلیوری کم میشه. وقتی که اکسیژن دلیوری کم شد، حجرات برای تولید انرژی و یا ATP مجبور هستند که انیروبیک سایکل فعال بسازن که البته لکتیک اسیدوسیس باعث میشه و همچنان مقدار انرژی که تولید میشه فوق العاده ناچیز است. البته باید به خاطر داشته باشیم که هرچی زودتر باید که این مریضا ریسوسایتیشن شوند یا تشخیص و تداوی شوند، در غیر از او حیات مریضا خاتمه میافته. همچنان اگر یاد شما باشه در روز گذشته دکتر صاحب شما فرمودن که در اکسیژن دلیوری 3 عنصر عمده رول بازی میکنه که یکی عبارت از بلاد والیوم است، دیگه عبارت از کاردیاک اوتپوت است، یعنی قلب وقتی که تقلص میکنه والیوم تیله میکنه، و دیگه عبارت از واسکولار بد است. در کجا تیله میکنه؟ در واسکولار بد، و همین واسکولار بد طرف شریانی به انساج و یا حجرات ختم میشه. حجرات اکسیژن استفاده میکنن در متابولیسم و ATP تولید میکنه. بناهن اگر که والیوم کم میشه هم میتونه باعث شاک شود. مثالایش گفتیم خونریزی های جهاز هضمی، گنشات، استفراغات مکرر، ایصالات، intestinal obstruction، سوختگی ها. دیگه عبارت از کاردیاک اوتپوت که به نام کاردیوجنیک شاک یاد میشه. در اینجا مثالش اگر یاد شما باشه گفتیم کاردیاک اریتمیا، ویپک و ویفب. همچنان دیگه مثالی که برای شما دادیم والوولر انسوفیشنسی، و مثال بسیار عمدهش عبارت از سکته های قلبی است، اکیوت MI که میتونه باعث کاردیوجنیک شاک شود. واسکولار بد در بعض امراض میتونه فوق العاده دایلیشن کنه، یعنی توسع کنه، که این میره به نام دیستریبیوتیو شاک هم یاد میکنن که امروز درس ما درباره دایلیشن واسکولار بد و یا شاک هایی که متعاقب دایلیشن واسکولار بد و یا اویه توسع میکنن می باشه. در این کارتون هم در درسای گذشته شما دیدیم که هایپووالیمیک شاک، کاردیوجنیک شاک نشان میده که انتریور وال امای داره. ابستراکتیو شاک در زمان سیستالیک متعاقب پولمونری امبولیزم، در زمان دیاستالیک کاردیاک تمپونات، و بالاخره دیستریبیوتیو شاک. اگر در این کارتون توجه کنین، قلب تقلص میکنه، خون از طریق شرايين، خونی که اکسیژن داره به انساج میرسه و دوباره به وینول تبدیل میشه، یعنی انساج اکسیژن استفاده میکنه، CO2 را داخل میکنه و به این شکل وینوس به رایت هارت و از رایت هارت به ریه ها میره و دوباره اکسیژنیشن در ریه ها صورت میگیره که دربارش در درسای گذشته بیشتر معلومات دادیم. همچنان در اینجا دیستریبیوتیو شاک نشان میده که
قلب به صورت یک تانک تیل در اینجا نشان میدن. ببینید که تانک تیل مملو از تیل یا گاز می باشه که به رنگ سرخ نشان داده شده، والیوم نشان میدن، اکسیژن سچوریشن و واسکولار بید امو پایپ است که تیل به اصطلاح به موتورها تقسیم میکنه. در دیستریبیوتیو شاک اینمی واسکولار بید معروف میگرده. البته اقسام مختلف داره دیستریبیوتیو شاک. یکیش عبارت از سپتیک شاک است که در درس گذشته بسیار به صورت مشرح درباره‌اش صحبت کردیم. دوم انافلاکسیک شاک، نوروجنیک شاک، ادرنال کرایسیس که به نهایت مهم است. امروز بازم درباره دیستریبیوتیو شاک، درباره انافلاکسیس و نوروجنیک شاک یک سلسله معلومات خدمت شما ارائه می‌گردد. و همچنان باید که فراموش نکنیم که یک ترمینولوژی دیگه که به نام دیسوشیتیو شاک است که البته در امتحانات یوسیمیلی و یا اشخاصی که به بورد آف مدیسن امتحان میتن همیشه یکی دو سوال از دیسوشیتیو شاک که در اینجا هایپوپرفیوژن موضوع بحث نمی باشه، اما یک افینیتی فوق العاده شدید و یا باند فوق العاده شدید بین هموگلوبین و اکسیژن پیدا میشه که وقتی که اکسیژن توسط هموگلوبین به انساج و حجرات میرسه آزاد نمیشه که مثال عمدهش کربن مونوکساید و مت هموگلوبینیمیاست. همچنان سایناید تاکسیسیتی که البته ایران به صورت مختصر در سلاید های بعدی خدمت شما عرض میکنیم. مهمترین تاپیکی که باید شما ایره همه نه تنها دکتر صیبا، نرس ها و حتی فامیل های مریض ها باید به او آگاهی داشته باشند عبارت از انافلاکسیس و انافلاکتیک شاک می باشه که از جمله دیستریبیوتیو شاک می باشه. البته یک حادثه فوق العاده مدهش و مرگبار است که متعاقب حادثات الرژی در نزد انسان ها پیدا میشه و در ظرف چند ثانیه تا 2 ساعت معمولا این حادثه در نزد مریض ها پیدا میشه و این به نام تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی یاد میکنن. البته یاد شما باشه که اگر دکتر صیبا ما این موضوع را نفهمن، اعضای فامیل و یا مریضشان به سرعت فوت میکنه. بنابراین دانستن این تاپیک به نهایت مهم است. امیدوار هستم دکتر صیبای جوان بیشتر به این توجه کنند. اگر شما در این تفلک ببینید یک حالت انافلاکسیس و یا انافلاکتیک شاک داره، جلدشان میبینید فوق العاده سرخ اریتوماتوس، رشای جلدی، مخاط دهنش اگر شما توجه کنید میبینید که کاملا یک عالم تورم پیدا شده و همچنان حالت هایپوتنشن اگر استاتوسکوپ خود در قلب مریض بانین تاکیکاردیا در ریه های مریض بانین ویزینگ شنیده میشه که اینمی تشخیص انافلاکسیس است که باید هر چی زودتر این مریض تداوی کنین، در غیر از اون مریض از دست میدین که میتونه اعضای فامیل شما باشه. از نقطه نظر اسباب کدام عوامل است که باعث انافلاکسیس میشه؟ تمام فارن آبجکت، تمام موادی که در محیط موجود است میتونه در نزد بعضی اشخاص باعث هایپرسنسیتیویتی ریاکشن و یا حساسیت شدید گرده. البته شما آگاهی دارین که یکی از او عوامل عبارت از ادویه می باشه. پنیسیلین یک ادویه است که البته همگی شما با او آشنایی دارین و دکتر صیبایی که پنیسیلین نوشته میکنن باید اول از مریض خود پرسان بکنن که آیا به مقابل پنیسیلین الرژی دارین یا نه. مریضایی که مقابل پنیسیلین حساسیت نشان میدن نه تنها باید از پنیسیلین استفاده نکنن بلکه از سفالوسپورین که کراس ریاکشن می داشته باشه از او هم باید استفاده نشه. در بخش دوم یا عامل دوم عبارت از مواد غذایی که در این جمله مغزیات مخصوصا پینت یعنی ممپلی، چهارمغز، مواد غذایی فش مثل ماهی، سی فود، ملک و اگز هم در این جمله شامل می باشه و بالاخره
استینگ و یا حشرات وقتی که شما را یا فامیلتان میگزن میتونه باعث انافلاکسیس گرده که در جمله میتونه زنبورها شامل شود، گژدم، مار. یک نکته دیگر هم باید به خاطر داشته باشین که بعضی اوقات شما میبینین که یک مریضتان مواد غذایی را استفاده میکنه، بعد از اینکه اکسرسایز میکنه در نزدشان انافلاکسیس پیدا میشه که این هم نادر است، اما بعد از اکسرسایز هم میتونه که انافلاکسیس نزد مریضا پیدا شود. بیاین که از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی یک چند نکته را خدمت شما میخواهم تقدیم کنم. باز هم تکرار میکنم دکتر صاحبای محترم، کسایی که بار اول است که در این لکچر ما شرکت میکنن، تقریبا 1 سال قبل ما یک سیمینار داشتیم به نام ایمیونولوژی و دانستن از این سلاید به نهایت مهم است، به خاطر از این که اگر است امی تاپیک ایمیونولوژی را شما ریویو کنین، اکثریت مشکلاتتان در مدیسن حل میگردد. البته در این کارتون سیستم مافیت و یا ایمیونولوژی رو نشان میده. این ستاره ها را که میبینین، این اصلا این سلاید از کرونا ویروس گرفته شده، اما فکر کنین که همین ستاره ها الرژن است، یعنی گرد و خاک، مواد که از خارج داخل عضویت میشه الرژن است. وقتی که داخل عضویت میشه، یادتان باشه که یک سیستم ما داریم به نام innate immune cell، در او جمله به نام professional antigen presenting cell، یکی ماکروفاژ است و یک دندریتیک سل، با سرعت خود به اونها میرسانند، الرژن فاگوسیتایز میکنن، با پارچه های کوچک تقسیم میکنن، میارن به عقدات لمفاوی و یا تی سل. این حال در اشخاصی که انترلوکین 4 شان بلند می باشد و یا IL4 شان بلند می باشد، TH2 فعال میشه و در نتیجه بی سل، پلازما سل فعالیت میکنه و یک مقدار زیاد ایمیونوگلوبولین که البته در مریضای الرژی به نام IgE یاد میشه، آزاد میشه. البته IgG، IgM، IgD، IgA و IgE و IgE بسیار مهم است در حادثات انافلاکسیس، یادتان باشه این بسیار. اما مریضایی که انترلوکین 12 شان بلند است، TH1 فعال میشه و سایتوتاکسیک تی سل در صحنه حاضر میشه. بنابراین شما میتونین که کسایی که انافلاکسیس می داشته باشن فکر کنین که شاید در نزد از این مریضا انترلوکین 4 شان بیشتر است در پهلوی فاکتورهای دیگه که باعث آزاد شدن یک مقدار زیاد IgE میگرده. البته این سلاید ما از تکست بوک گرفتیم. این به صورت بسیار مختصر ستاره های زرد رنگ عبارت از الرژن و انتیجن می باشه که از محیط خارجی داخل عضویت میشه. اینجا دیگه نگفته که انتیجن پرزنتینگ سل مثل ماکروفاژ و دندریتیک سل در اینجا فعال میشه و در موجودیت انترلوکین 4 بی سل و TH2 و بعد از TH2 بی سل فعال میشه. اینجا برای شما بی سل نشان میده که یک مقدار زیاد IgE را آزاد کرده. این IgE بالای ماست سل هم از جمله innate immune cell می باشه. البته در داخل ماست سل یک تعداد زیاد گرانول ها موجود می باشه که آوی هستامین، تریپتیز و همچنان لوکوترین و پروستوگلاندین می باشه که در مرحله اول وقتی که IgE بالای ماست سل میشینه ریاکشنش یک اندازه خفیف می باشه، اما مرحله دوم وقتی که دوباره نزد مریضا انتیجن و الرژن داخل میشه، ببینید که در اینجا الرژن ها چندین انتیبادی را به هم دیگر کنکت میکنن و باعث تحریک شدید خود ماسل میگردن و یک مقدار زیاده هستامین، تریپتیز، لوکوترین و پروستوگلاندین آزاد میشه که در نتیجه باعث وازو دایلیشن فوق العاده شدید، کاپیلری لیک میگرده، رش های خارشی جلدی، هایپوتنشن هم در نزد مریضا باعث میگرده که به صورت بسیار مختصر خدمت شما هر شد فیزیولوژی انافلاکتیک شاک می باشد. البته در قسمت ریسک فاکتور کدام اشخاص میتونه که انافلاکسیس داشته باشه، این بسیار زیاد مهم است که اگر کدام فامیل شما، عضو فامیل شما انافلاکسیس می داشته باشه، شما ریسک فاکتور برای انافلاکسیس می داشته باشید.
البته سابقه انافیلاکسیس ریسک فاکتور دیگه است. مریضایی که آسما و بنیه آلرژی دارن اینا هم به حیث ریسک فاکتور قبول میشن. بنابراین دانستن این فاکتورها به نهایت مهم است که اگر در فامیل و یا مریضای شما سابقه یک حساسیت شدید دارن، بنابراین اونا باید شناسایی و همچنان اونا را باید شما تعلیمات لازمه را که بعدها خدمت شما عرض میکنم باید بر از اونا ارائه کنیم. از نقطه نظر اعراض و علائم گفتیم متعاقب وازودایلیشن و کاپیلری لیک، رشح‌های جلدی که میتونه در هر قسمت از عضویت همراه با خارش میباشه و امی کاپیلری لیک میتونه در مخاط باشه که باعث گرمی خود وجود مریض میشه و همچنان باعث بندش گلو میگرده، در سیستم تنفسی ویزینگ باعث میشه و همچنان مریضا تاکیکاردیا تاکیپنیا در سیستم آزمه، دلبدی، قیات و ایصالات، در سیستم عصبی دیزنس و حتی تغییرات حالت شعوری در نزد مریضا باعث میگرده. البته در این کارتون به بسیار وضاحت اگر شما توجه کنین، این رشح‌های جلدی که شما میبینین این تنها در این قسمت نمی باشه، عمومی می باشه، میتونه در صدر مریض، میتونه در پاهای مریض، میتونه در روی مریض. به بسیار وضاحت شما میبینین کانجنکتیوا فوق العاده متورم میشه. اعراض و علائم تنفسی مثل هایپوکسیمیا، ویزینگ، هورسنس، سرفه در نزد مریضا پیدا میشه، دلبدی، قیات، استفراغات، ایصالات، کنترل حتی عدم کنترل بلیدر یعنی یورینری انکانتیننس در نزد مریضا پیدا میشه. رشح‌های جلدی در قسمت CNS مریضان حالت سردردی، سرچرخی، انکسایتی، کانفیوژن در نزدشان پیدا میشه، رانینگ نوز، تغییرات حالت شعوری. البته این کارتونا را من برای شما چندین دارم. با مجردی که یک مریض نزد شما مراجعه میکنه همراه ویزینگ یا همراه رشح‌های جلدی، همراه هایپوتنشن، باید هرچی زودتر اهتمامات لازمه در نزد مریض گرفته شود. کدام معاینات مخصوص و یا اینوستیگیشن مخصوص در نزد مریضات توصیه نمیگرده. انافیلاکسیس تشخیص کلینیکی می باشه و مجرد که مریض شما میبینین تشخیص میکنین باید تداوی کنین. اما پیش ری میتونین که اشخاصی که اونا مساعد هستن برای انافیلاکسیس اونا را شما در فامیل و در محیط خود شما میتونین اونا را پیدا بکنین. به طور مثال ما داریم به نام آلرژی پچ که تقریبا در حدود 10 تا 15 آلرژن در پنج و امو آلرژن هایی که بسیار کامن است در این اونا در امو پچ تست شامل هستند. دو میتونین که تشخیص کنین و همچنان اگر خون مریض را بگیرین سیروم IgE در اونجا فوق العاده بلند می باشه. بازم خدمت شما عرض میکنم از نقطه نظر تشخیص کدام تست لازمه نیست. معمولا وقتی که جلد، رشح‌های خارشی، مخاط، به طور مثال مریضای شما ویزینگ می داشته باشند، در طرق تنفسی لبها میپنده و در جی های دلبدی و قیات اعتراض و هایپوتنشن پیدا میشه، تشخیص شماست. تشخیصی که می داشته باشه عبارت از تشخیص انافیلاکسیس می باشه، کدام تست دیگه ضرور نیست. اگر شما خون مریض را بگیرین و به لابراتوار بفرستین، هیستامین و تریپتیز فوق العاده بلند می باشه. البته تداوی تمام شاک ها ABC که عبارت از airway breathing و circulation می باشه که هر چی زودتر، یعنی در دقایق اول باید تشخیص شود و نزد مریض تداوی صورت بگیره. یعنی اگر مریضتان اکسیژن ضرورت میکنه باشه با مریض اکسیژن میتونین که میتونین توسط نان ریبریدینگ ماسک و بعض اوقات شما مریضا رو میتونین انتوبیت کنین. مهمترین تداویش در اینجا البته به مریضا مایعات هم میتونین 1 یا 2 لیتر ایزوتونیک سولوشن مثل ناموسلین یا رنگالاکتید به سرعت به مریض از طریق پرفرال
وین به مریضا تطبیق میکنیم. بعد هم در نزد مریضا اپینفرین و یا ادرنالین به نهایت مهم می باشه که به سرعت باید در نزد مریضا تطبیق شه در حدود 0.3 میلی گرم و یا 100 مایکروگرم. اپینفرین و یا ادرنالین میتونین انتراوینوس و یا سبکوتانوس و یا انتراماسکولار به مریضایتان تطبیق کنین. همچنان H1H2 بلاکر، انتی هیستامین، استروید به مریضا معمولا ما شروع میکنیم. البته استروید در حدود 6 ساعت وقت کار داره که تاثیرات خود کنه. بیتا 2 اگونست که شامل البیترول می باشه برای ویزینگ و با قسم برانکودایلیتر در نزد مریضا استفاده میشه. البته سرنجای مخصوص موجود است که به نام اپیپنیات میشه که باید تمام اشخاصی که الرژی داره، اگر یاد شما باشه اگر کدام عضو فامیل شما ریسک فاکتور برای انافیلاکسیس می داشته باشه، یکی از اعضای فامیل خود ما فوق العاده حساسیت شدید داره، بنابراین او همیشه هر جایی که میره به نام فرست اید کیت یاد میشه که در او اپیپن یعنی سرنج های که آوی اپینفرین می داشته باشه. البته به مجرد که این حادثه در نزد مریض پیدا میشه، خود مریض و یا فامیل مریض هم باید ترین شود در انترولاترال تاید، یعنی در قسمت قدامی و عشی ران باید به سرعت اپیپن و یا اپینفرین و یا ادرنالین که عبارت از 0.3 میلی گرم است یا 100 مایکروگرم است باید در نزد مریضا تطبیق شود با سرعت. بنابراین این مریضا همیشه باید که می فرست اید کیت همراه خود داشته باشن یا اپیپن همیشه باید در نزد مریضا موجود باشه. اختلالات مریضای انافیلاکسیس شامل ایروی بلوکیج یعنی باعث بندش طرق تنفسی، کاردیاک ارست، ریسپیراتوری ارست و شاک میگرده. بهترین تداوی وقایوی است، یعنی اگر شما بفهمید که مریضتان به مقابل کدام انتیجن ها یا عوامل محیطی حساسیت داره باید از او اجتناب کنید. البته در اینجا فرست ایدز براتون دوباره نشان میده که شامل ABC airway breathing circulation EpiPen بسیار زیاد مهم است، باید به مریضا به سرعت داده شود. بعضی مریضا ایجاب CPR میکنه که البته شما به اینا آشنایی دارین و شما به 911 تلفن میکنین، مریض در عین حال در یک حالت ترندلنبرگ پوزیشن قرار میتین به خاطر که مریضایتان در یک حالت شاک است. برای مریضا مایعات لازمه را تجویز میکنین. یادتان باشه که عین حادثه متعاقب حشرات مثل زنبور و گژدم و مار هم در نزد مریضا پیدا میشه. این حادثه انافیلاکسیس باعث میشه وفیات در نزد از این مریضا در حدود 10% می باشه. این تداویری که خدمت شما عرض کردم، این اعراض و علائم که خدمت شما عرض شد در نزد مریضا موجود می باشه و باید مریضا به سرعت تداوی شود. این یک کامپوننت از دیستریبیوتیو شاک بود. اگر یاد شما باشه ما در قسمت دیستریبیوتیو شاک قبلا گفتیم مثال عمدهش سپتیک شاک بود، دومش گفتیم انافیلاکسیس. یادتان باشه که شاک دیگه که بسیار معمول است به نام نوروجنیک شاک و ویزو ویگل شاک است که این هم شما باید بفهمید. البته در مریضای ویزو ویگل شاک اینا به نام ویزو ویگل سینکوپیا هم یاد میشه که یک تعداد زیاد مریضا متعاقب بعض از ترایگر یعنی استیمولیشن یا عوامل محیطی دفعتاً پریفرال وین و اسپلنکینیک ویزل دفعتاً دایلیشن نشان میده. البته اسپلنکینیک واسکولار یا بد در جی آی ترک که در سلایدهای بعدی خدمت شما نشان میدم، در قسمت جی آی ترک فوق العاده یک واسکولار بره بزرگ داره و این دایلیشن که میکنه یک مقدار زیاده، والیوم در اونجا جمع میشه، مریضا در حالت شاک داخل میشن که البته این خودش باعث کم شدن هایپوپرفیوژن، کم شدن اکسیژن دلیوری و فعال شدن انیروبیک سایکل و بالاخره لکتیک اسیدوسیس در نزد مریضا میگرده.
اما ویزو ویگا سینکوپیا و یا شاک معمولا اینا برای شما حکایه میکنن این مریضا که در سابق خودم اینا ای حادثه نزد مریضا پیدا شده. یعنی عواملی که باعث از این میشه یا ترایگر فاکتور باید در نزد مریضا شما تحریک کنین که البته نقطه دیگه باید یادتان باشه در ویزو ویگا سینکوپیا معمولا مریضا یک سلسله اعراض و علائم تقریبا در حدود 2 تا 5 ثانیه قبل از این حادثه حکایه میکنن. به طور مثال مریضای شما سرچرخی، دلبدی، احساس گرمی وجود و حتی تغییرات حالت شعوری تقریبا 3 4 5 ثانیه قبل از این حادثه ویزو ویگل سینکوپیا می داشته باشند. همچنان بعضی مریضا برای شما این به نام پرودرومال سیمپتوم میاد میکنن. بعضی مریضا بنگس گوش می داشته باشند، حتی صحبت کردن هم میتونن، گفتم تکلمشان بر هم میخوره 3 تا 4 تا 5 ثانیه قبل از این حادثه که این به نام پرودرومال سیمپتوم یاد میکنن. بعضی مریضا تشوشات دید می داشته باشن. برای شما حکایه میکنه پیش از اینکه حادثه بالای مریضا صورت بگیره مریضا ستاره ها رو میبینن، تونل ویژن، و یا ای که یک پرده تاریک با مقابل چشمشان پایین، حالت نروس انگزایتی در نزد مریضا پیدا میشه. متعاقب از این مریضا آهسته به زمین میافتن. البته مریضای شما که ویزو ویگل سینکوپیا داره باید شما به مریضایتان بفهمونین که موقعی که امی پرودرومال سیمپتوم در نزد شما پیدا میشه اتومات یا باید که اگر چوکی و بستر موجود باشه در اونجا بنشینن و در غیر از او در یک دیوالی که نزدیک مریضاست باید تکیه کنن تا ای که از سقوط آنی مریضا و هیت تراما شما به این شکل جلوگیری کرده باشین. وقتی که مریضا به دیوال تکیه میکنن آهسته آهسته از دیوال لخشیده پایین میشن که البته کدام حادثه مهم نزد مریضا صورت نمیگیره. با مجرد که سر مریضا پایین میشن این حالت استراحت پیدا میکنن، خون دوباره در دماغ مریضا جریان پیدا میکنن و مریضایی که سرشان بالا میمانه در این اثنا میتونن که باعث CNS سیمپتوم حتی سیجر اکتیویتی هم در نزدشان دیده شده میتونن. سوالی است که امو عواملی که ترایگرز است یا ترایگرز فاکتور در این مریضا چی باشه؟ مریضا برای شما شکایت میکنه که معمولا این حالت بعد از ادرار و یا تقوت در نزد مریضا پیدا میشه. بعضی مریضا در متعاقب حالات استرس وقتی که کدام فشار روحی بالایشان میاد، تراما نزدشان پیدا میشه. بعضی مریضا در اثنای گرفتن خون و یا وینوس اکشن این حالت نزدشان پیدا میشه. بعضی اوقات در اثنای عادت ماهوار در نزد خانم‌ها این حالت میتونه دردهای شدید و حتی در اثنای سکشوال اکتیویتی هم میتونه که امی حالت در نزد مریضا پیدا شود. البته در اثنای سرفه کردن، در اثنای خواب، در اثنای که تغییرات تمپرچر در نزد مریضا پیدا میشه این حادثه صورت گرفته میتونه. بنابراین تداوی مریضای ویزو ویگل شاک avoid یعنی اجتناب از ترایگر هاست. البته مریضا رو میگیم که عامل از این پیش ازی که این حالت به مریضا پیدا میشه عواملی که باعث از این میشه او را دریافت میکنین و از او اجتناب میکنین. و دوم به مریضا یک مقدار زیاد مایعات برای مریضا میتین. همیشه برای مریضا توصیه میشه که یک مقدار زیاد مایعات باید اینا استفاده کنن. و نقطه دیگه به مریضا معمولا جرابای مخصوص است که به نام استاکینگ یاد میشه که اونا لور اکستریمیتیز فشار میتن و در اثنایی که این حالت نزد مریضا پیدا میشه از وازودایلیشن در اطراف سفلی مریضا جلوگیری میشه. دیگه حالات دیستریبیوتیو شاک شامل نوروجنیک شاک می باشه که هم فوق العاده مهم است که دکتر صیبا باید بدانن که در اینجا متعاقب موقوف شدن سیستم سمپاتیک یعنی بعد از ترومای T5 و T6 در نزد مریضا امو سپلنتیک واسکولار که خدمت شما عرض کردم دفعتاً در نزد مریضا این دفعتاً بلند میشه
و وازودایلیشن در نزد مریضا پیدا میشه و وقتی که وازودایلیشن در نزد مریضا پیدا شد مریضا در حالت شاک داخل میشن و این به نهایت مهم است. البته امی اسپلینکنیک واسکولار بد شامل 3 ترانکوس است از نقطه نظر آناتومی. اگر شما به یاد داشته باشین در قسمت بالایی به نام ترانکوس سیلیاکوس سوپیری و انفیری میزانتریک واسکولار استراکچر، اینا همیشه کولاترال های دارن، یک ساحه فوق العاده بزرگ تشکیل میدن که البته اینا وقتی که وازودایلیشن میکنن یا مربوط سیستم سمپاتیک میباشن. وقتی که T5 و یا T6 آفت میبینه سمپاتیک سیستم معوف میشه و وینودایلیشن در نزد مریضا صورت میگیره، فشار خونشان کم میشه، استروک والیوم کم میشه، کاردیاک آوتپوت کم میشه، بالاخره هایپوپرفیوژن اکسیژن دلیوری کم میشه. اما یادتان باشه این شاک یعنی نوروجنیک شاک در جمله شاک های می باشه که همراه با برادیکاردیا. اگر یاد شما باشه ما گفتیم اکثریت شاک ها که است تاکیکاردیا می داشته باشه. شاک هایی که برادیکاردیا می داشته باشه اینمی نوروجنیک شاک، ادرینال انسوفیشنسی، انفیریور وال ام اینا می باشن که البته در آینده ما ایره دوباره خدمت شما هرس خواد کردم. البته تداوی از این مریضام ABC AOA بریدینگ و سرکولیشن معمولا در این مریضا اکسیژنیشنشان بالاتر از 92% نگاه میکنین. به هر شکل که اکسیژن ضرورت داشته باشه با مریضایتان تطبیق میکنین. مایات 2 لیتر به سرعت آیزوتونیک سولوشن که میتونه رنگ لاکتیت باشه و یا نورمال سلین باشه با مریضا تطبیق میکنین. وازوپرسر چویس در نزد از این مریضا عبارت از فینایل افرین که عبارت از الفا اگونست است، اپینفرین، همچنان در مریضان میتیل پردنیزولون هم تطبیق میگردد. امیدوار هستم که تا به حال ما تانسته باشم البته ما شما درباره شاک و دیستریبیوتیو شاک گفتیم، سپتیک شاک، نوروجنیک شاک، انافیلاکسیس، درباره از اینا صحبت کردیم. در امتحانات معمولا سوالات میآید که در این سوالات امتحان از دیسوشیتیو شاک بسیار نادر است، کمتر اتفاق میفته، اما همیشه امتحانات در این سوالات هم شامل می باشه که این به نام هموگلوبینوپاتی یاد میکنن، یعنی امراض هموگلوبین در اینجا موجود می باشه. بازم خدمت شما میگم به نام هموگلوبینوپاتی یاد میشن، یعنی هموگلوبین در اینجا مشکلات می داشته باشه. معمولا این مریضا هایپوپرفیوژن ندارن. معمولا در نزد از این مریضا اکسیژن سچوریشن هم relatively normal می باشه، اما باند بین اکسیژن و هموگلوبین فوق العاده شدید است. بناهن وقتی که اکسیژن به انساج و یا حجرات میرسه آزاد نمیشه. یکی از مثالهای عمده ازی به نام کربن مونوکساید تاکسیسیتی است که اکثریت کیسای هموگلوبینوپاتی را کربن مونوکساید تاکسیسیتی تشکیل میده. البته خصوصا در افغانستان در فصل زمستان وقتی که شما هیدروکربن خصوصا سنگ زغال به مصرف میرسانید به خاطر گرم کردن منازلتان و بخاری هایی که شما از استفاده میکنین لیک می داشته باشه، یعنی سوراخ هایی می داشته باشه که امی گاز های کربن مونوکساید که به اثر احتراقات سنگ زغال پیدا میشه این در داخل اتاق لیک کنه، باعث کربن مونوکساید تاکسیسیتی میگرده. البته بازم ما خدمت شما عرض کنم ما 3 پریزنتیشن در امی لینک داریم که دکتر صاحبای جوانی که امروز امرای ما در این کنفرانس هست، من از اونا خواهش میکنم که در لینک مراجعه کنن درباره کربن مونوکساید تاکسیسیتی، مت هموگلوبینیمیا و سایناید تاکسیسیتی به صورت جداگانه 3 لکچر موجود است که اینا میتونن بسیار خوبی و مکانیزم های مختلفی از اینا را در نظر داشته باشیم. در قسمت کربن مونوکساید باید خدمت شما عرض کنم که کربن مونوکساید از جمله گازات می باشه که افینیتیش تقریبا در حدود 225 بار
بیشتر نظر به اکسیژن به مقابل هموگلوبین است. یعنی نظر به اکسیژن افینیتی کربن مونوکسید فوق العاده شدید است، 225 تا فوق العاده، یعنی به سرعت میره و هموگلوبین اشغال میکنه. بنابراین مریضا با کربن مونوکسید تاکسیسیتی مصاب میشن. البته تداوی از اینا چیست؟ این سوالات امتحان است. معمولا یادتان باشه وقتی که مریضا به شفاخانه آورده میشه ما این مریضا را 100% اکسیژن میتیم. هاف لایف کربن مونوکسید در حدود 5 ساعت است. وقتی که شما 100% اکسیژن میتین به مریضا، هاف لایف از 5 ساعت در حدود 1.5 ساعت، یعنی 90 دقیقه کم میشه. یعنی بعد از 90 دقیقه از عضویت بیرون میشه وقتی که شما مریضا را 100% اکسیژن میتین. اما بعضی واقعات است، به طور مثال خانم‌های حاملگی و یا اشخاصی که آلات شوریشان فوق العاده خراب می باشه و کربن مونوکسیدشان فوق العاده برند می باشه، در هایپرباریک چمبر که 3 اتمسفر پرشر می باشه اکسیژن به مریضا میتن. البته در او واقعات آف لایف کربن مونوکسید در حدود 20 دقیقه یعنی فوق العاده پایین میشه. به این شکل شما این مریضا را تداوی میکنید. دوم، مت هموگلوبینیمیا. مت هموگلوبینیمیا چیست؟ مت هموگلوبینیمیا بعضی اوقات در اثنای به طور مثال مریضای شما که انستیژیا میگیره، در لوکال انستیژیا به طور مثال لایدوکین، زایلوکین، اینا میتونن باعث اکسیدیشن فرس. البته شما میفهمین که در هر هموگلوبین فرس یا آیرن است که اکسیژن همراهش باوند میکنه. ایناله وقتی که اکسیدیشن فرس صورت میگیره، فرس به فیرک تبدیل میشه. وقتی که فرس به فیرک تبدیل شد، اکسیژن دیگر اجازه نمیده که باوند کنه و یا ای که اکسیژن آزاد شود. چطور این را میتونن تشخیص کنین؟ معمولا اول هیستوری مریضان معمولا بعد از انستیزیا یا ادویه مختلف است که میتونه باعث مت هموگلوبینیمیا شود. اگر شما اکسیژن سچوریشن مریضا را ببینین همیشه کمتر از 85% می باشه، اما پی او 2 ایشان کاملا نرمال است. این به نام اکسیژن سچوریشن گپ یاد میکنه. وقتی که شما پی او 2 شما 100 باشه، شما اکسپکت میکنین که سچوریشن 100% باشه. اما برخلاف در این مریضا پی او 2 شان 100 است اما او 2 سچوریشن 85. این میره به نام اکسیژن سچوریشن گپ یاد میکنن. فوق العاده وصفی میباشه به مت هموگلوبینیمیا. البته خون مریضا را که ببینید شکل چاکلیتی میباشه. این مریضا باید با سرعت توسط مت هموگلوبین میتیل بلو و یا توسط اسکاربیک اسید ویتامین سی باید تداوی شوند. بازم تداوی از اینا توسط میتیلین بلو و همچنان اسکاربیک اسید می باشه. کیس سومی که بسیار در امتحانات شامل است عبارت از سایناید تاکسیسیتیز. هر 3 حالت را که من خدمت شما عرض کردم، چون اکسیژن در انساج و یا حجرات آزاد نمیشه، بنابراین حجرات مجبور هستند که برای تولید انرژی و یا ATP انیروبیک سایکل فعال بسازند. بنابراین در نزد از این مریضا یک لکتیک اسیدوز فوق العاده شدید پیدا میشه. سایناید تاکسیسیتی متعاقب سوختگی ها. یک بلدینگ وقتی که میسوزه، خصوصا بعض بلدینگ ها مواد پلاستیکی می داشته باشن، مواد کیمیایی می داشته باشن که یک مقدار زیاد سایناید تولید میکنن. وقتی که یک مقدار زیاد سایناید تولید میشه، سایتوکروم اکسیدیز مانع میشه، یعنی فعالیت سایتوکروم کاملا از بین میره. اگه شما بفهمین از نقطه نظر فیزیولوژی، سایتوکروم است که سایتوکروم اکسیدیز است که البته حجرات از اکسیژن استفاده میکنن در الکترون چنل. بنابراین اگر که سایتوکروم اکسیدیز مانع میشه توسط سایناید که گفتیم در سوختگی ها، البته مریضای شما که توسط نایتروپروساید تداوی میشن، مخصوصا مریضایی که رنال انسوفیشنسی می داشته باشن، سایناید در خونشان بلند میره، مانع سایتوکروم اکسیدیز میشه و اینا در نتیجه
نمیتونن که اکسیژن ازش استفاده کنن، سبب لاکتیک اسیدوز فوق العاده شدید میشن. تداوی سایناید توکسیسیتی سیانوکوبالامین یاد شما باشه که تداوی از این مریضاست که این مریضا باید به سرعت تداوی شوند. به این شکل شما میتونید. البته در این دو کارتون بازم به صورت بسیار خلاصه نشان داده شده. اگر شما در اینجا توجه کنین، این رنگ سرخ یا امی سرکل های سرخ کلان کلانه که میبینید هموگلوبین است. ببینید توسط دو مولکول اکسیژن یکی به رنگ آبی نشان داده شده. هر مولکول هموگلوبین توسط دو اکسیژن به همدیگر بسته شدن. این حالت نرمال است. اما وقتی که کربن مونوکسید سویش در محیط شما بلند میره، امی هموگلوبین اکسیژن بیرون میکنه. میبینید که اکسیژن ها به رنگ آبی نشان داده شده، کاملا از صحنه دور میشن و جایشان کربن مونوکسید میگیره. بازم تکرار میکنم، گفتم اگر یاد شما باشه کربن مونوکسید افینیتیش به مقابل اکسیژن در حدود 225 و یا بیشتر از او بار نظر به اکسیژن بیشتر است. یعنی کربن مجرده که میره هموگلوبین میگیره و اکسیژن از اونجا به جای میسازه. البته تداویش گفتیم که 100% اکسیژن میباشه. البته اینجا برای شما مت هموگلوبینی میاره، کارتونیش نشان داده که در حالت نرمال در هموگلوبین فیر است، آیرن به شکل فیر است. البته بعض ادویه در اون جمله ما شما انستیزیا، لایدوکائین نام بردیم، زایلوکائین که اینا همگیش تتراکائین، اینا میتونن که باعث اکسیدیشن فیرس به فیریک گردن. ببینید که رنگش هم تغییر میکنه، آیرن از 2 پلاس به 3 پلاس میگرده. بنابراین وقتی که شما مت هموگلوبینیمیا می داشته باشین، اکسیژن سچوریشن گپ پیدا میکنید. یعنی اکسیژن سچوریشن باید که همراه PaO2 همیشه همگام باشه. اینجا یک گپ پیدا میشه، اکسیژنشان یا PaO2 تا نرمال می باشه اما سچوریشن از 85 بالا نمیره. این به اکسیژن سچوریشن گپ یاد میکنن. و در اینجا تداوی سایناید توکسیسیتی ششمه که شما میبینید، هایدروکسی کوبالامین تداوی چایس است که به مریض اکسیژن میتین اکتیویت چارکول، امیل نیتریت، تیوسلفیت، نایترایت، اینا تداوی هایی است که به مریضای هموگلوبینی پتی مخصوص است، مت هموگلوبینیمیا و این باید دکتر صاحبا، گرچه امراض گفتم نادر است، ما معمولا سال یک کیس از این کیس کربن مونوکسید بیشتر است، اما مت هموگلوبین و سایناید توکسیسیتی نادر است. اما اگر دکتر صاحبا به سرعت بتانن که این مریض ها را تشخیص کنن، هیستوری داشته باشن و این مریضا گفتم همراه یک لاکتیک اسیدوز فوق العاده شدید میتونین که مریضایتان شما نجات بدین. البته دکتر صاحبایی که برای بار اول امروز در این کنفرانس شرکت میکنن، یک تعداد زیاده در حدود شاید که 1000 یا 2000 دکتر صاحب همیشه برای من از داخل افغانستان ریکوست راون میکنن، فرندلی ریکوست برای فیسبوک. البته در فیسبوک ما معمولا 5000 نفر یا فرند اجازه میتن، بیشتر از او اجازه نمیتن. بنابراین خواهش من از دکتر صاحبا است که در صفحه دکتر اکرم بابری برین و در اونجا لایک کنین و فالو کنین. تمام موضوعات را که من در صفحه فیسبوک داخل میکنم معمولا در صفحه فیسبوک که به نام دکتر اکرم بابری در اونجا هم داخل میشه. ایمیل ما mbabri1@yahoo.com، واتساپ ما 201-873-7418 می باشه. بازم از تمام دکتر صاحبایی که امروز در این کنفرانس امروز ما شرکت کردن یک جهان سپاس میکنم. امیدوار هستم که ما تانسته باشم یک سلسله نقاط بسیار عمده ICU را امروز شما شریک کرده باشم. از شما یک جهان سپاس میکنم که در این